روزی 9 مای چی روز است؟ روزی غلبه. غلبه چی؟ غلبه بر چی؟ بر جنگ بزرگ جهانی. ایدی غلبه بر ضد فاشیستان. چرا تاجیکستان باید این روز رو جشن گیرد؟ برای آنکه تاجیکستان در هیئت ایجادی شوروی بود و در آنجا اشتراک میکرد. در آن جنگ بابای ما اشتراک کردن که این باعث افتخار است برای ما. جنگیدن غلبه رو به دست آوردن که ما انمی روزای استقلالیت، انمی روزای خوب صاحب شویم. ما هم میدونیم که روز 9 مای در تاجیکستان ما 80مین سالگرد جنگ بزرگ وطنی اوید با فاشیسم ما جشن میگیریم. بله، روز 9 مای این روز پیروزی است. این 80 سالگی پیروزی در برابر فاشیستov است. روز 9 مای روز ارتش ملی. با فکر شما چرا تاجیکستان باید همین روز رو جشن بگیرد؟ برای که تاجیکستان ما همین مقصد چخل بگم همین چخل فهمونم تاجیکستان هم خیلی مقصد به خاطر این چیز این روز جشن میگیره که به خاطر همین سرحالت ها، به خاطر همین روز نهم، به خاطر همین تاجیکستان ما دایم وای مقصد که بکش که کراچی همه چیز ده مقصد. بله، این یک جشن خیلی مهم است چون صدهای هزار تاجیکستان ها به این جنگ رفتند و خیلی زیاد از این مردم برنگشتند. روز غلبه. غلبه چی؟ غلبه جنگ بزرگ. چرا تاجیکستان باید همین روز رو جشن گیرد؟ بلکه تاجیکستان هم اشتراک کرده یا نام داده وقتی هم جنگ سر بود همه کسا وای کرده تاجیکستان رنگی گوسپیتال بود از همه بایورا بعد جنگ همینجا ساز میکردن. چرا در روسیه سهم تاجیکان و دیگر مردمان اتحاد شوروی رو در این جنگ کم میگویند؟ نه، کم نمیگویند. اگر شما فیلم ها رو هم تماشا کرده باشید در همان فیلم هایی که محض روسیه آنها را به نوار گرفته است سهم تاجیکان خوب به نظر میرسد و هر سال هم پرزیدنت ما را دعوت میکنند و نماینده های تاجیکستان نیز در آن جشن شرکت میکنند. حتی شهروندان یعنی مهاجرانی که هستند در جشن هایی که برگزار میگردد بخشیده به همین روز غلبه اشتراک میکنند. خیلی последнее время شما خودتون دیدید که روس‌ها نسبت تاجیک‌ها خیلی وای کردستان، خیلی همین اینترنت ها نشون میدن، خیلی نحرمتی کردستان. Но уважать накардестан. Поэтому мы тоже люди. Мы хотим, то, что у нас есть, у других нету. У нас своя история, у нас свой менталитет. Самое главное, забони таджики дорем, номуси таджики дорем. یک مشکل با میلاگرایی است که کشور روسیه میخواهد بگوید که همه چیز خوبه از زمان شوروی از روسیه رفت، ولی این درست نیست. این یک کشور ملی زیاد بود و مردم مثل تاجیک ها و کرگیز ها و ازبک ها همه کمک میکردند برای این پیروزی. این با خود همون ملت روس داخل دارد. یعنی که اگر گوییم که آنها کلانگیرانه حرف میزنند، با باوری تام حرف میزنند که گویا فقط آنها این جنگ را بریده باشند، ولی من گمان میکنم که یک خود 50 و چند نفر قهرمانی که از تاجیکستان است، دلیل آن است که تاجیکستان ما هم در این جنگ سهمگذاری به حد کلان کرده است و از جمله جمهوری های دیگری سابق اتحاد شوروی هم.